تقریبا 4 ساعت 12 نصف شب طالبان در بعضی محلات جبریل هجوم آوردن، از جمله محله توحید، محله حاج عباس و با بیرحمی تمام سقاخانه‌ها را جمع‌آوری کردن و پرچم‌ها را با بیرحمی و با تعصبی که داشتن نسبت به این پرچم تکه پاره کردن و تعدادی جوان‌ها را لطو کوب کردن و تعدادی بیش از 20 نفر را با خود بردن و تیراندازی کردن و 1 نفر از ناحیه پا زخمی شدن. ساعت 12 ظهر طالبان خانه به خانه گشتند و گفتند